عرض سلام و ادب و احترام خدمت همه دوستان عزیز، همه اعضای کانال و همه علاقمندان به کانال زندگی در روستا، علاقمندان به کوهنوردی، به طبیعتگردی، به لذت بردن از طبیعت. جای همتون خالی. یه صبحونی مشت با دوستان در یک فضای کاملا طبیعی و باصفا در دل طبیعت. جای همتون خالی. لذت این کانال اینه که تا آخر نگاه کنید، حتما نگاه کنید، خیلی جالبه. لطفاً لایک و سابسکرایب هم فراموشتون نشه. حتما این ویدیو رو تا آخر نگاه کنید، حتما تاکید میکنم تا آخر نگاه کنید. این که تاکید کردم حتما ویدیو رو تا آخر نگاه کنید به خاطر این صحنه بود. ما هم که داشتیم املت رو درست می‌کردیم یه دفعه دیدیم که گله گوسفندان که تازه از حصار اومده بودن بیرون برای چرا، یه دفعه از پیش ما اومدن. این صحنه خیلی 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 جالبی رو درست کردن. این صحنه واقعا جذاب و دیدنیه. حتی الان هم که دارید نگاه میکنید واقعا صحنه جذابیه. گفتم تا آخر نگاه کنید فقط به خاطر همین صحنه.